اینجا بود ببین میزنه دیگه انقدر. حالا که میزنه اون چیه که داره اولش اونو انقدر میزنه، هر پولی در فقط میرفت که میزد. بعد نمیدونم اصلا یه وضعی مثلا تا ساعت 5 صبح 5 ظهر میخوابید دهنش چی میلرزه. علتش که هست رسمی نیست و مثلا ازدواج نکردن و عقد نکردن و نمیدونم اصلا هیچی. زنم داشته باشم عمرم بذارم با رفیقای مجردیم زنمو ببرم بیرون. خواهر من مثلا بره با یکی باشه قشنگ همه کار بکنن و آخرش هم هیچی به هیچی. ببین روزی که پچه رفت بگیره بابا شیره پیراید رفت پچشو کنه. خجالت داریم، آبرو داریم اینجا، چرا زر مفت میزنید؟ وقتی یه 3-4 ماه اینترنت بسته بود این دیگه نداشت بخوره چیکار کنه؟ بذار جمع کنم برم. اونم پسر قد کوتاه منو تشویق کرد پاشو بیا اینجا با هم یه چیز میکنی اینا. اونم گفت بذار جمع کنم برم که رفت. الان ببین دعا میکنه که من برگردم استانبول. چه غلطی کردم. دعا میکنه ها در این. چقدر مثلا اوپن شاشیدم تو اوپن مایندید. سلام رفقا، به تاکو هواشی خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم علت بسته شدن پیج نیکا و مرسلی رو با هم بررسی کنیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو لایک و ساب چنل هم فراموشتون نشه. نیکا بعد از برگشتنش از استانبول با مرسلی ویدیوهای کاپلی زیادی گرفتن. عمده این محتواها بدون حجاب بود که صدای خیلی از بلاگرهای خارج ایران رو بلند کرد. حالا بعد از بسته شدن پیجشون شهاب دوست نیکا شروع به پرده برداری از علت بسته شدن پیجاشون میکنه. بعد دور همی رفت گذاشت، بعد شروع کرد تو یه تل کوچولو این بالا سرش اینجوری میذاره که من پوشش دارم. بعد میره تو ترایلا هست چیزی که فقط تو اکسپلور معلوم میشه، اونجا شروع کرد لختی گذاشتن و بی‌حجاب و اینا. دیگه ببین دیگه چیکار کنیم دیگه؟ مجبوریم دیگه مثلا اینجوری و اینا دیگه. من دارم به من ربطی نداره ولی بالاخره یهویی چیز کرد. نه دیگه این انشو در ورد. بعد تازه به خاطری که گرفتنش، به خاطری که ترویج مثلا انگار 2 رابطه بدون ازدواج و نمیدونم رسمی نیست و مثلا ازدواج نکردن و عقد نکردن و نمیدونم اصلا هیچی. ترویج دیگه 2 مثل اونی که خدا که خواهر من مثلا بره با یکی باشه قشنگ همه کار بکنن و آخرش هم هیچی به هیچی. بابا ما کم خجالت داریم، آبرو داریم اینجا، چرا زر مفت میزنی؟ تو میزنی که چقدر مثلا من واقعا خدای نکره زبون دور از جونتون میگم مثلا فکر خواهرت یا مثلا چیزی مثلا بره جلو چش خانواده‌ات همه مثلا بره با پسرت جلوی فضای مجازی اون وقت نه رابطش رسمیه، پسر قشنگ همه کار باهاش کرد و نمیدونم چه آخرش هیچی به هیچی. قشنگ مثل گاو میذارتت کنار، مثل جوری وقتی از گاو شیر میجوشی و گوشتش هم چی میخوره بمیذاریش کنار، همین کارو با تو کرد. خاک بر سر. البته خودش همین خنگه، دو تا خنگ تو پای هم افتادن. بعد مردم هم حرسشون در اومد دیگه. بابا الکی لاف میتره کنه اینجوری حرف میزنه که تشنج داره. مردم هم بابا رفتن گزارش دادن دیگه، چیز کردن بستن دیگه. آدم بازم هی این آدم نیست، آدم حاشیه‌ایه. خب من او کارم گنتر از این حرفاست ولی دیگه چیکار کنم دیگه، اونم آدم نمیشه. ادامه میده بازم بهش باز میشه 2 روز مؤدب دور لاف میتره که حالا میبینی اینا 2 انقدر شاید 2 ممنوع تصویر بشن به خدا همه رو طلاق یعنی جدا میشن. این انقدر فکر ویوه. الان دعا میکنه که برگرده استانبول که چه گوی خوردم برگشتم. شهاب در ادامه صحبتاش گفت که نیکا اعتیاد شدید به مواد داشته و همه پولاشو خرج مواد کرده تا اینکه دیگه هیچ پولی واسش نمیمونه و مجبور میشه برگرده. این دختره که اولش نه داره فامیلیش فه داره با پسر قد کوتاه است بودش اینجا استانبول بود به قرآن نداشت بخوره. وایسش هم دارم حاجی یه تبلیغ که کنه نم چی با انقدی که انقدر اینجا بود ببین میزنه دیگه انقدر. حالا که میزنه اون چیه که داره اولش اونو انقدر میزنه، هر پولی در فقط میرفت که میزد. بعد نمیدونم اصلا یه وضعی مثلا تا ساعت 5 صبح 5 ظهر میخوابید دهنش چی میلرزه. علتش که هست خب به خدا همه اینجا استانبول میدونن دیگه. وقتی یه 3-4 ماه اینترنت بسته بود
این دیگه نداشت بخوره، چیکار کنه؟ بذار جمع کنم برم. اونم پسر قد کوتاه منو تشویق کرد پاشو بیا اینجا با هم یه چیز میکنی اینا. اونم گفت بذار جمع کنم برم، که رفت. الان ببین دعا میکنه که من برگردم استانبول. چه غلطی کردم، دعا میکنه ها در این حد. حتی از این که اون 1 ماه اول ورودش به ایران پابند داشته و نمیتونسته از خونه خارج بشه هم افشاگری میکنه. اینجا بود دنبال ویو بود. همین دختره اسمش بودم نکبت، نفه میگم نکبت ویو نداشت. هی همش با این رفت تو رابطه با این پسر کات میکردید. نه پسر خب دیگه مدت ویوش دیگه تمام شد ول میکرد ماشاءالله. بعدم از ایناست که یعنی گرایش جنسی هم به دختر داره، هم دخترایی که شبیه پسرم میره تو رابطه، هم نمچی اینجوری کلا میکسه مواد میزنه که بخش کسخل شده. خلاصه بعد دیگه این با این پسر دوست میشه. بعد ایران این وضع اینجا بد میشه، مثلا وضع اینجا منظورم که یعنی ایران نتا قطع میشه، وضع مالیش اینجا ضعیف میشه. چیکار میکنه پسر؟ میگه آره پاشو بیا. این اولی که رسیده فرودگاه پاسپورتشو گرفتن، همین نکبت خانم. خب پاسپورتشو گرفتن. فکر کنم 1 ماه هم حبس خانگی بهش داده بودن. یه چیزی با پابندا به پاهاشون میبندن، اونو بهش پابند زده بودن. بعد چند نفرم چند تا سوال ازش پرسیدن که یعنی یکم آدم فروشی هم کرد. خب حالا اینم یه مفصل بهتون میگم. خلاصه این رفت با این پسر در تو ارتباط. آقا این یعنی مختصر بگم، رفت من گو خوردم، کلیپمو پاک میکنم اینا، ولی تیک تاکش والا لخت پتی قشنگ. خلاصه این رفت این با این پسر اوکی شد. پسرم اینم دید پسر رفیق زیاد داره، ماشینایی که از رفیقاش بریم میگیره خیلی زیاده و اینا. بعد نمیدونم چیز میکرد با این رفیقاش میرفت بیرون. خودش چیپه دیگه، کسی که دختر پارکیه، تو پارک ویدیوش خلا تو پارک معروف شده بود دیگه. خزه کلا از ایناست که لو لوله دختر این چیپاس کلا. خب بعد دیگه این اوکی شد اینا، رفت گفت من گو خوردم، سبک پیجش عوض کرد مثل ندید پدیدا. نه فیلم میگیره خونه ماشینشو اینجا فروخت، خونهشو ببخشید چستانم نمیارزیده. خلاص اینا همه کارا اینا رو کرد و اینا رفتش دیگه. بهش یاد دادن که این مثلا اینجوری نباید فعالیت کنه. دید نه دیگه کاریش ندارن، شروع کرد رفت دور همی گذاشتن. دور همی یعنی رویداد که جذب فالوور. من موقع رویداد گذاشتم با 10 15 تا تا جذب 35 تا 40 کا دادم. این انخانه میخواد با 50 کا جذب بده، 100 تومن میخواد بگیره دوبار. از اینا بگذریم. اگه یادتون باشه پیج 1.5 میلیونی مرسلی خیلی وقت پیش بسته میشه و شهاب علت اون رو هم داخل تلگرامش توضیح میده. پسر قد کوتاهه که با همین NF همین پیجش بستن. یه پیج دیگه داشته بود، یعنی پیج 600 خورده ایه. یه پیج داشت 1 میلیون خورده ای. خب اینو میبندن به خاطر اینکه برمیگرده یه گندگوزی میکنه. برمیگرده چی؟ من خونم فلان غرب تهرانه، ماشین زیر پام فلانه. آقا اینو گرفتم بستن پیج. دمتون گرم خدایی بستی. گرفتم بستم. این 2 ماهی بی پول بود دیگه. الان که شاب پس اینا من پولاشون که وقتی بسته میشه، اینا رو همه رو بهتون میگم پولاشون پکون چرا اینا بسته میشه. وقتی ببین روزی که پیج رفت بگیره با ماشین پراید رفت پیجشو پاک کنه. با ماشین پراید رفته بود. کامل احترام اونی که پراید سوارن، ولی فکر کن لامبورگینی و اونایی که پلکای گذر که با رفیقاشو برمی‌داشت چیز میکرده، روزی که می‌خواسته بره پیجشو بگیره و خدا فیلمشو گرفته بودن. یعنی که رفیقامون دور و برا بوده، نه اونجای پیش امنیتی، نه بیرون خونه‌ش اون اطرافا بوده. بعد پراید تیبا یا پراید بود با اون رفته 200 کرده زیر باشه، مالو خودش نیست، مالو دختر هست. چی نداره، تنها دارایی که داره یه خونه داره، اونم که برای خانواده‌شه، مال به نام خودش نیست. یعنی اونم فکرم سمت کجاست نمیدونم، ولنجک نیست. نه بذارم بهتون میگم. و اون دختر خونه داشت داخل استانبول. چی شد؟ ببین میگن هر کی قدیم داشته الان دیگه نداشته. اون موقع 5 سال پیش چقدر با $20,000 که میشه 3 میلیارد اون موقع جمع کرد، انقدر که والا انقدر تو پارک‌ها انقدر قرمر داد این پولا رو در آورد دیگه. رفت یه خونه تو ته استانبول گرفت.
اصلا یه بیابونه اونجا رفت گرفت که اصلا مثل اونه که انگار مثلا انقدر دوره از شهر استانبول، مثلا میونه که انگار از تهران پارس میری خونه مثلا قزوین میگیری، انقدر دور. البته قزوین و تهران پارس منطقه‌های خفنی، دارم مسافت رو بهتون توضیح میدم. خلاصه بعد یه ماشین رفت CH4 هم خرید. خب چجوری چیکار کرد؟ رفت CH4 رو فروخت، چیکار یه ماشین خفن اینجا CH4 رو خونه رو فروخت، تونش یه 206 باز بخره. نیکا و مرسلی هفته پیش با هم رفتن رامسر. این موضوع هم از چشم شهاب دور نمیمونه و عملاً میگه یه عالمه پسر مجرد بودن با نیکا. بعد داداشش میاد منو تهدید میکنه، من تا پدر شما رو در نیارم ولتون نمیکنم. 206 گره. خونه رو هم رفتش خود پسر با دختر پولاشون رو با هم دیگه گذاشتن دیگه. کن دیگه ته حسابش دیگه بالا دیگه نراشید دیگه، واقعا دیگه گداست اگه بخوان نراشته باشه. ته حسابش رو همشون رو گذاشتن خونه مثلا تو بالا شهر مثلا. حالا بیا وسیله‌های خونه رو تو رو میخوان چیکار کنی؟ یخچال، کمد، اینا رو من چیکار کنم عزیزم؟ همه رو تبلیغاتی. من رفته آخر با مبل فروشیه، الان فکر کنم مبلاشون کنسل بشه، پیجی نداره. مبل تبلیغی گرفتم، فرش و تبلیغی گرفتم، این چست من تو کارتش جیبش نداره. خب بعد دیگه عرضم حضور می‌رسی وقتی روزی که فرودگاه رسید و پاسشو گرفتن نمیتونه بیاد دیگه، پاسپورتشو همه رو ممنوع خروجش کردن عزیزم. فکر چی؟ ای والا دمشون گرم. یه تست خونم بگیرن خیال من راحت شه. آخ بعد از تست خونه چی بلایی قرار ببینید؟ هم خودش همون داداشه که من تهدید کرده، داداشه قشنگ تهدیدا رو من ببین من هر بلایی سرم بیاد دارم بزنه، هر کاری میکنن ولی جواب تو رو بدم. من انقدر هم پوفیوزام، من از اون پوفیوزام ها، از اون پوفیوزام من. پسر بی غیرته، همین پسر کتوله میره مسافرت با ماشین رفیقش میره مثلا رامسر. خب دیگه ماشین گذری دارن دیگه، خودش هیچ نمیتونه با بخش با کی نمیتونه با دیگه با پیکان یا پراید بره، نمیشه دیگه، بالا براش میفهم آبروش میره. اینا رفتن اینا میرن و فکر کن گروهی با هم میرن. فکر کن من اگه مثلا زنم داشته باشم عمرم بذارم با رفیقای مجردیم زنمو ببرم بیرون، عمرن من گوه بخورم. انقدر بی غیرتم که با زنم برم مسافرت. کسی که میره مسافرت با رفیقش اینا میخواد بره، نه با رفیقش بره مجرد باشه، اون رفیقش هم باید زنش هم بیاره، یعنی خانوادگی برن. اصولش اینه. ببین این چقدر بی غیرته، چقدر مثلا اوپن شاشیدم تو اوپن مایندید. میشینه مثلا تو پیجش حرف میزنه. بچه‌ها دختری مردمو که باهاشون حرف میزنی بگیرینش دلتو دو دریا، عمرن خفه شو یه گوه خوگیدم تاون تو با زر بده، خفه شو. اینقدر سوریاش زر میزنه. من مثلا خیلی فازم با حاله جونمی، نه جونمی مثلا برای اون میخواد بخونه، اونم تشنج میکنه. اینقدر تو اسکول پای هم افتادن. اسکول من فکر کنم بازه داشت ولی جواب ببین من دختره بهش تبلیغ میده یا پسره گوشا فقط ویو میده و نه مشتری میده نه هیچی، گو هم نمیده، فقط آبرو بر. مردم وقتی نگاه میکنن مردم بیکاریش میبینن چقدر شما دلقین، چقدر شما بی‌مزه این شما رو نگاه میکنن. فکر چی؟ دوبار تو رو ببینم، دوبار. این دو نفر به این حواشی که براشون ایجاد شده هنوز نتونستن ریاکشنی نشون بدن تا پیجاشون باز بشه. نظر شما چیه در این باره؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنین و لایک و ساب چنل هم فراموشتون نشه.